تیراندازی در ضیافت سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید با حضور ترامپ مکان با تدابیر ویژه و درجه یک امنیتی فضای مراسم را به هم ریخت و صحنه‌های آشفتگی و پریشان حالی ایجاد کرد. حاضران این مراسم برای پناه گرفتن در زیر میزها پنهان شدند. دونالد ترامپ بانوی اول و اعضای کابینه آمریکا به سرعت توسط ماموران امنیتی از محل رویداد خارج شدند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که ترامپ و همسرش با پناه گرفتن در کناره میزها از تالار خارج می شوند. این رویداد در هتل هیلتون رخ داد، جایی که رونالد ریگان در سال 1981 در آن هدف سوءقصد قرار گرفت و زخمی شد. خبرنگاران حاضر به رسانه‌ها گفتند که صداهای شبیه به شلیک حدود 5 گلوله در تالار را شنیدند. ترامپ اندکی بعد با حضور در نشست خبری این رویداد را غیر منتظره توصیف کرد و از عملکرد تیم امنیتی خود تمجید و اعلام کرد که فرد تیرانداز بازداشت شده. مرد مسلح به چندین سلاح به ایست بازرسی امنیتی حمله کرد، اما به سرعت توسط ماموران سرویس مخفی زمینگیر شد. یک مأمور سرویس مخفی از فاصله نزدیک با سلاح قدرتمند هدف قرار گرفت، اما جلیقه ضد گلوله جان او را نجات داد و حالش خوب است. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که انگیزه تیرانداز هنوز مشخص نیست، اما افزود او مردی بود که وقتی روی زمین افتاد بسیار شرور به نظر می رسید. ترامپ در ادامه گفت کسانی که بیشترین کارها را انجام می دهند هدف قرار می گیرند. ترامپ ارتباط قطعی این رویداد با جنگ ایران را رد نکرد، اما تاکید کرد که این رویداد مانع پیروزی او در این جنگ نخواهد شد و همزمان هشدار داد که امریکا نمی تواند اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. تاثیرگذارترین افراد کسانی که بیشترین کار را انجام می دهند همانهایی هستند که هدف قرار می گیرند. افرادی که هدف سوءقصد قرار گرفتند اغلب چهره های بسیار تاثیرگذار بودند. مظنون تیراندازی کول توماس آلن 31 ساله اهل تورنس در ایالت کالیفرنیا شناسایی شده. شبکه خبری NBC گزارش داده که مظنون پس از بازداشت به دلیل جراحات تحت درمان است. Thank you, General. Thank you, Mr. President. کش پیتل مدیر FBI در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ گفت که تلاش میکنند اطمینان حاصل شود تیرانداز تنها بوده یا کسانی هم با او همکاری داشتند. ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که آیا او یک عامل تنها بوده یا افراد دیگری نیز مسئول بودند. ما بلافاصله تمام شواهد را تحلیل خواهیم کرد تا از امنیت این کشور محافظت کنیم. منتقدان ترامپ این رویداد را نمایشی می‌دانند. یک خبرنگار آمریکایی از ضعف امنیتی در ضیافت خبرنگاران انتقاد کرده و گفته که هیچ کنترلی وجود نداشت. در جریان مراسم ضیافت شام امشب هیچ گونه تدابیر امنیتی قابل توجهی وجود نداشت. نه دستگاه فلزیاب در محل مستقر بود و نه بازرسی بدنی از حاضران انجام می‌شد و به طور کلی هیچ نوع کنترل امنیتی مشاهده نشده است. در ویدیوی دیگر یکی از مهمانان این مراسم از جایش بلند نمی شود و به خوردن غذا ادامه می دهد. این رویداد از یک طرف نشان داد که حتی در بالاترین سطح تدابیر امنیتی نیز احتمال وقوع تهدیدهای جدی وجود دارد و در عین حال ابهام درباره انگیزه عامل و واکنش‌های متفاوت این رویداد را به موضوع بحث برانگیز در فضای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل کرده.